زندگی باید اخلاق کار در یک جامعه اصلاح شود. باید اخلاق کار را در جامعه خود نیز به وجود بیاوریم. البته در جهان کنونی همه می‌دانند که بدون کار زندگی ناممکن شده است. ولی تلاش برای کار را باید به یک مسئله فرهنگی و اجتماعی بدل کرد. وقتی کار به خصوص سخت کار کردن به یک امر فرهنگی و هنجاری در جامعه بدل شود، مسلم است که اقتصاد آن جامعه رشد و توسعه پیدا خواهد کرد. چون کار در تغییر سرنوشت زندگی و در تعیین سرنوشت انسان نقش فوق‌العاده‌ای دارد. عده زیاد تصور می‌کنند که مقصد از کار همان کار رسمی است که یک فرد یا در یک اداره کار می‌کند یا هم تجارت و یا دهقانی می‌کند، در حالی که کار به شکل و شیوه‌های مختلف وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. کار در شرکت‌ها و ادارات، کار در مزارع و زمین از جمله کارهای رسمی پنداشته می شود، چون درآمد ملموس در قالب اقتصادی رسمی برای یک فرد و یا خانواده دارد. در حالی که بخشی عظیمی از افراد جامعه نیز کار می کنند که متاسفانه کمتر کسی آن را کار حساب می کنند. زنان در خانواده ها کار می کنند، ولی چون این کار غیر رسمی است، درآمد ملموس و عینی ندارد، کار پنداشته نمی شود. در هر زمانی تنها اقلیتی از جمعیت بزرگسال در نیروی کار مزدگیر شاغل است. جوانان، افراد سالمند، نسبت بالایی از زنان، کسانی که درآمد و مزد از راه اشتغال رسمی ندارند نیز کار می‌کنند و بیکاران همه خارج از آنها هستند. یعنی زنان، جوانان و دانش آموزان همه کار می‌کنند. اکثر این افراد مسلماً به همان اندازه یا بیشتر از افرادی کار می‌کنند که دارای مشاغل مزدگیر تمام وقت هستند. دانش آموزان و دانشجویان در زمینه مطالعات درسی خود کار می‌کنند. افراد بازنشسته یا پیرسال برای مراقبت از خانه خود کار می‌کنند.
و زنان خانه‌دار در زمینه امور خانگی و نگهداری و مراقبت از کودکان کار می‌کنند. پس باید مراقبت از کودکان و دیگر کارهای خانه را نیز به عنوان شغل و یک کار قبول کرد. مهم این است که کار غیر رسمی نیز بر زندگی فوق العاده تاثیر می‌گذارد. به این دلیل نمی‌توانیم از کار زنان، جوانان و دیگران فروگذاشت کنیم. کار است که انسان زنده است، کار است که محیط زنده است، کار است که اجتماع زنده است. اگر یک انسان بیکار باشه، از انسان بیکار چیز جور نمیشه. یعنی کار است که انسان به هر رشته و مسلک کار میکنه، او در جامعه، برای وطن، برای خاک خدمت کرده میکنه. اگر فابریکا مثال جور شه، فابریکه جنگلک از فابریکه پلچرخی زگز مثال فعال شه، 4 جوان در کار میشه و چیز میشه. از این بیکاری است که دوزی میشه، قتل میشه، رازدانی میشه، هر چی میشه از این بیکاری میشه. بسیار جوان هست به مواد مخدر مبتلا هستند، از اینمی بیکاری شده. کار باشه انسان با او کار میتونه زنده باشه، میتونه با حیثیت باشه، میتونه با شرافت باشه، میتونه تمام خانواده خود با او بچلانه، ملک و مملکت خود بچلانه. اگه کار نباشه انسان خلاص است دیگه، دلمش جمع. از طریق کار و مسئولیت خود میتونیم برای وطن، برای جامعه خود خدمت کنیم و بیکاری باعث بدبختی، باعث رنج در جامعه است و بسیاری جوانان را ما فعلا میبینیم در جامعه که معتاد مواد مخدر هستند و آنها باعث رنج و زحمت جامعه هستند. یکی از عوامل مؤثر در زندگی انسان کار است که تمام فساد از بیکاری است، خصوصا در جامعه ما شما که بیکاری است، کار نیست برای جوانان. کامیابی هر جامعه تا اجتماع یا هر خانواده بالای خانواده نسبت به تلاش و اراده و کار یک انسان است. ببین جامعه خوشبخت و کامیاب است که او متکی به خود، متکی به کار و تلاش و اراده قوی خود است. و کسی که ایمان اعتقاد بر خدا داره و هیچ وقت ناامید نمیشه، برای کار خود او ادامه میده و توقع خداوند از خود داره، حتی از پدر و مادر او توقع نداره. چون یگانه دلیلی که خداوند برای مشکلات انسان آمده که یعنی چیزی که باعث آزادی انسان میشه، کار است که معانی را از راه خود ور میداره و متکی به خود میسازه. سعادت دنیا و آخرت خود با همین تلاش خود درست میکنه. کار در زندگی انسان اهمیت بسیاری داره. مثلا یک شخصی که کار میکنه البته درآمد نداشته باشه، ما میبینیم که وضع اقتصاد خانواده‌اش در سطح زندگی آنها به یک سطح بلندتر قرار می‌داشته باشه و به این حساب ما میتونیم گفت که کار بسیار اهمیت زیادی در زندگی انسان داره. در نهایت میتوان گفت که کار به شدت در زندگی انسانها نقش داشته است و در واقع چرخه تمدن بشری به واسطه کار و پشت کار به پیش رفته و تا به این روز ادامه پیدا کرده است. برای اینکه چرخه حیات ما و خانواده ما و همین چرخه حیات کشور و جامعه ما به سرعت حرکت کرده و پیش برود، باید کار و پشت کار داشته باشیم. کار باشه